واقعا بسیار زیبا و مقبول جور شده دیگه. سرک ملک فهد میبینین دوستان عزیز، سرک اولش ملک فهد بود، سرک اول گمت موتر تکر کنه. خب به هر صورتش طرف هم رستورانت از دوستان عزیز شورما که در شهر نو موجود است. طرف هم برات عزیز دوستان عزیز، کویت مدکه او شیرچای از دوستان عزیز بینیم داشته باشیم. موتر نزنیم ما رو دوستان عزیز، سرک بگذاریم یک جایی که شقدر معلوم میشه بریم و ببینیم. راهشون همین طرف است، رستورانت نمک، البته بیرونش. درود و سلام نثار شما عزیزان، انشالله که خوب سلامت باشین دوستان نهایت گرامی و روزگارتون به خوبی خوشی و آرامی سپری شود. دوستان نهایت گرامی ما دیگه تقریبا در چهارراهی حاجی یعقوب شهر کابل هستیم. البته دیگه در شهر نو، اما تو سلو میخوایم بریم بیشتر از کافتریا و رستورانت که تازه افتتاح شده به نام نمک دیدن داشته باشیم. ادامه ویدیو همراه ما باشین. ویدیو جالب و زیبا است از شهر نو، لوکس بازار افغانستان دیگه میشه نو میشه. این برج ببینید دوستان عزیز چقدر زیبا و مقبول جور شده، چقدر عالی. این دفعه قبلا نشانتون دادم برج باران کارش تازه خلاص شده، چقدر زیباست، چقدر مقبول جور شده، چه رنگکایی داره. همون نما و شیشایش میبینید دوستان عزیز، واقعا بسیار زیبا و مقبول جور شده دیگه. سرک ملک فهد میبینید دوستان عزیز، سرک اولش ملک فهد بود، سرک اول گمت موتر تکر کنه. خب به هر صورتش طرف هم رستورانت از دوستان عزیز شورما، سمبوسه، کباب، گرایی، مرغ، هر چی بگیم دوستان عزیز اینا داره. اینی هم دوستان عزیز چهارراهی حاجی یعقوب میشه دیگه. از شهر نو بالاتر باز چهارراهی انصاری هست. این چهارراهی دوستان عزیز، سرک پایین چند طرف چهارراهی شهید شهر نو میره. تا جایی که ما شنیدیم چهارراهی شهید، ما قبلا نمیفهمیدم که جای از خوامی سرک شهید میگن دوستان عزیز. یک نام داره دیگه، اگر نیست یا هست در کامنت ها میره برای ما تصریح کنین که ما هم بفهمیم که البته چیز است یا نه، که ما نام اضافه برش نگیریم. به هر صورت دوستان عزیز سلو میریم به پیش. طرف شرکت های مسافربری یا شرکت های سیاحتی زده دوستان عزیز که تکت میگیرن و ازمی چیزا. ساختمان های شهر نو دوستان عزیز واقعا زیباتر و بلندتر و عالیتر از همه بخش های شهر کابل است. یعنی نسبت به دیگه جایا هم ساختمان های بلند زیاد داره، هم بزرگتر هستن و هم زیباتر. حتی نسبت به کارت 4 آپارتمانایش نسبتا کوچک از نسبتا دوستان عزیز که خردتر از نسبت به این. یک هم برج سلطانی است که شاید بزرگتر باشه، اما برج شهر نو مثلا این پلازایی که در روبروی میبینین ببینین واقعا بسیار بزرگتر است. چیزایی است که در شهر نو موجود است. طرف هم برات عزیز دوستان عزیز، کویت مدکه او شیرچای از دوستان عزیز ببینیم.
شیرچای و پراته کویتی گفته خودشان. البته برج ببینید دوست، برج نیست دیگه، ما آپارتمان یا که پلازا هر چی که میگین بسیار بزرگ و زیبا هست. ببین که سرک بگذاریم دوستان از این طرف کمیال موتر نیست. این رستورانت کفتریاز دوستان عزیز، این چه رستورانت که زیبا و مقبول هست و او طرف هم تاور زیبا را میبینید که چه تاورک بزرگ و مقبول هست دوستان. تکسار تاور اسمشون تکسار است. این دوستان عزیز رستوران کفتریا هست، کفتریا. و حال پیشتر که بریم دوستان عزیز رستورانت نمک میاید. سرک حاجی یعقوب سرک 2. دکانا دوستان عزیز تمام دکانای لپتاپ فروشی و کامپیوتر فروشی دیگه. فروشگاه فایننس هم در این بخش هست دوستان عزیز و موقعیت داره. دوستان عزیز رستوران نمک هست که در تصویر بیننده هستیم. فضای داخل از بسیار زیبا و عالی است. انشالله اگر قسمت بود یک روز باز داخلشون میریم و از داخلشون ویدیو می داشته باشیم. موتر نزنیم و دوستان عزیز سرک بگذاریم یک جایی که قدر معلوم میشه و بریم و ببینیم. راهشون همین طرف است رستوران نمک. البته بیرونش نو سالت نو تست، نمک نباشه مزه هم نیست. یعنی فضای داخلیش از دوستان عزیز که فضای داخلیش که بسیار تعریف میکنن. از او قدر معلوم نمیشه، قدر نیست دوستان عزیز، قدر چیزه معلوم نمیشه. خب به هر صورت دوستان عزیز امیدوارم از ویدیو خوشتون اومده باشه، ویدیو لذت برده باشین. ویدیو رو لایک کنین، در کانال همچنین سابسکرایب کنین تا ویدیوهای بعدی همتون به الله پاک و بی‌نیاز میسپارم. روز و روزگار خوب خوش داشته باشین و در پناه الله متعال باشین. الله حافظ و مددگار همتون.